ای مردم اقترب للناس، نزدیک قریب برای مردم حسابهم، حسابی و نزدیک و هم فی غفلت معرضون، غافلن اولم توبه کردم حوزی همیش آمده کردم خنک شوا و چی شوا ببینی که عرق خورده گیرم، ببینی که کلیده سر پیش راه موده و دو تا پیوریزگاه بر اومده، دو تا چی اکو چی فکر میکنم اوخی ای مردک یه خدایی نکرده در همین حالت بمبری، در همین حالت شراب خوردگی بمبری، در همین حالت مستی بمبری، تو میدونی که به ایمان میره تو هیچی نمیبری ایدی. تماشاگران عزیز، شرکت داروفرما با شما بهترین داروهای طبیعی را برای خرابشوی، فربه‌شوی، برآوردن ریش و موی سر، پلاستیکی خونگی بدن، دوامناک کردن همخوابگی، زیاد کردن شهوت مرد و زن، کسلی‌های پوستی، بقایت کردن ایمنیته چه از کودکان چه از کلانسالان، درد تمام اعضای بدن و غیره را با نرخ‌های دسترس پیشنهاد می‌کنم. ما را در اینستاگرام، یوتیوب و تلگرام با نام داروفرما میتوانید که یابید و درباره هر یک داروی نامبر شده داروهایمان را تماشا کرده معلومات پورا گیرید. سراغ اینستاگرام در اپیسن این ویدیو است. برای فرمایش خوبترش در ایمو و واتساپ رقم‌های 901 281 1010 مراجعه کنید. برده رسانی طریق پشت به تمام شهرهای روسیه. دنیا تو در هر روز یک چی نیست این شانس ایده است نه. چرا تو شراب میخوری؟ چرا تو خدا چیزی را که حرام کرده تعمو را میخوری؟ نخی که خدایی نکرده میگه وقتی که انسان دزدی میکنه، وقتی زنا میکنه، وقتی شراب میخوره، وقتی گناه مرتکب گناه کبیره میشوه، ایمان از بدن او جدا میشیده، بالا دا میستوده، میلرزیده که میگه جان در تن مرد به ادب لرزان است، صد جان تی و ادب خری ارزان است. همین جان همین روح هم میگه، ایمان هم میگه، ایمان میگه بالا میبرومده میرسه پروردگار. ما حوزی بو برام همون دارم یکی همی آدم حوزی بم برا وقتش بود شوا خیلی کجا میروم انسان بشینه کم تا فکر کنه. روزی محشر نیست جای حیله بازی، در آن روز خدا شود قاضی. جهنم همچو دریای نیل است، بکن خدمت که بر خود کشته بسازی. کشتی چیه؟ ای برادر چند تا عمری دیگر مونده بیاد مسجد بگذرانش، ذکر و اذکار قطعی، عبادت قطعی، تلاوت قطعی، خیر احسان سری منزلو برا پدر مادر دو اکا و دادری کنین، خیش تاباری کنین، دوستی کنین، یک کاری خیر کنین که دیگر این سنش چیه؟ مرگه. جلوخانه امروز بردم فلانی مولای سوی بگوشم که نوبت سنی بختر میام، سنی قربان میام از رایل بگم. من همه خیلی کچوف کدارم که با بیجا بیو یک خدا پروردگار کسی را میاد جان شخص بخشونی قبض کنه. هر روز مشغول حضرت عزرائیل وظیفش فقط قبض کردن این روح های. او باید همین روز چخیلی که ما وظیفه دارم ملوم برم نماز بامداد ما بخونم، نماز پیشین ما بخونم، من ملو مسئولی مسجد ما باید هم 5 وقت جنازه شد برم اوجا برم فلانی کسل دوش بخونم مسئولون باشه. هم خودش یک کار داره. حضرت عزرائیل هم که میخیزه سر دستور را نگاه میگه پروردگار گجا برم میگه